ویدیو دیگه از چنل مستر خودم. امروز اومدیم با قسمت اول آموزش گلد کردن گانها، باز کردن کمال گلد. خب این قسمت اول حالا با ترتیب میایم دیگه. آموزش گلد کردن اسولت ها. قبل اینکه آموزش رو شروع کنیم حتما ویدیو لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، یک کامنت هم برای ما بزنین که حمایت بشیم و بیشتر فعالیت کنیم. خب بریم یه گان اسولت که حالا سفلی باش پلی نداره، مثلا بیک 57 دیگه محتشم نداره. خب دسته اولین کماش براتون بازه. خب فکر کنم دقیق نمیدونم، اما همیشه کماهای اول هر دسته مربوط میشه به لول گانتون. برای مثال توی دسته دوم میگه که برای اینکه مأموریت های این دسته براتون فعال بشه باید لول گانتون 10 باشه، حداقل 10 باشه. خب اگه به 10 نرسه و شما مأموریت ها رو انجام بدین خب براتون ثبت نمیشه. حالا بریم دسته اول، دسته سنت هستش. برای اینکه همش رو باز کنین باید 600 تا کیل بزنی. حالا هر نوع کیل که میشه، هدشات، هیپ فایر، لانگ شات، بعد ایم، هیچ فرقی نداره، فقط 600 تا کیل بزنی. دسته دوم دراگونه. اول اینکه باید حتما حداقل لول گانتون 10 باشه و بعد اینکه برای اینکه کل این دسته براتون باز بشه 50 تا کیل هیپ فایر بزن که اگه بخواین این کارو بکنین هارد پوینت شیپمنت توی مچ رنک نه بزنین، اونجا راحت میتونین گانتون رو گلد کنین. دسته سوم اسپلینتره. برای اینکه این مأموریت های این دسته براتون باز بشه باید حداقل لول گانتون 18 باشه و دوم اینکه برای اینکه کل این دسته براتون باز بشه باید 80 تا کیل از راه دور بزنید، لانگ شات بزنید. حالا لانگ شات چیه؟ لانگ شات به گفتم کیل هایی که از راه دور میزنید شما. حالا از کجا بدونیم اون کیلی که زدیم از راه دوره؟ معمولا هم که نه همیشه وقتی مثلا توی بازی هدشاتی چیزی میزنیم اینجا توی حالا یه شکلی برامون میاره، مثلا هدشات و اینستا، یا مثلا 3-4 نفر پشت سر هم زدیم، اما لانگ شات اونجوری نیست، اونجا نمیاد. لانگ شات اینجا یا اینجا دقیق نمیدونم، اینجاها با رنگ طلایی مینویسه که لانگ شات و شما میفهمین که یه لانگ شات زد. دسته چهارم تایگر. برای اینکه این دسته براتون باز بشه خب از اینجا میدونیم دیگه، میگه لول گانتون حداقل 25 باشه و اینکه باید 125 تا کیل فول اتش بزنیم با 5 تا اتش کامل. الان کار من بدون اتچه، اگه این اتچ رو کامل کنم 5 تا اتش رو بذارم میشه فول اتش و باید 125 تا با اون اتش بزنیم. دسته یک مونده به آخر، دسته جانگله. برای اینکه این مأموریت های دسته جانگل براتون باز بشه باید حداقل لول گانتون 32 باشه. خب و برای اینکه تمام دسته براتون باز بشه کاموها، به نظر من این زمان برترین دسته کامو باید 100 تا هدشات بزنین با این گان. برای اینکه این دسته براتون باز بشه به نظر من زمان برترینش همینه. درسته از لحاظ تعدادی از اون 600 تا اولی کمتره، اما هدشات قطعا کمتر اتفاق میفته. دسته آخر رپتایل. برای اینکه این دسته براتون باز بشه باید لول گانتون حداقل 37 و برای اینکه کل دسته براتون باز بشه باید 80 تا کیل بدون اتش بزنید. نو اتش نوشته اینها، نو اتچمنت. الان ببینید گان من هیچ اتچی نداره. اینجا هم ببینید هیچ کدوم از 5 تا اتچ پر نیست و باید 80 تا کیل با این گان و بدون اتش بزنم که اون دسته از کامو هم برام باز بشه تا در نهایت بتونم به کامو گلد دست یابم. خب ممنون که این ویدیو رو دیدین. حتما قسمت های بعد آموزش گلد کردنم ببینین. حتما ویدیو لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، یه کامنت هم بر ما بذارین که بیشتر حمایت بشیم و بیشتر فعالیت کنیم. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.